صفحه اول اومده چی کشیده؟ اومده یک شخص رو کشیده که داره نوار مغزی از خودش میگیره. یه پوشش کلاه مانندی گذاشته روی سرش. پس این چیه؟ این یک پوشش کلاه مانند. خب که روش چیه؟ روش یک سری الکترودهایی هست که اینجا مشاهده میکنیم. یک سری الکترودهایی هست که از مغز میاد نوار دریافت میکنه. اینا پس چه؟ اینا الکترودن. خب و اینی که تو گوشش هم هست هم یک نوع الکتروده، چون بالاخره اون فعالیت مغز مثلا تا گوش هم میاد جریان الکتریکیش. بله. خب اینا چی هن؟ اینا نوار مغزن یا همون جریان الکتریکی ثبت شده توسط مغز هستن که نکتهشو بخوام بگیم توی تستا نسبت به قلب خیلی مقایسه میشه. میگیم که نسبت به قلب، خب قلب یک نمودار داره ولی نوار مغز بیش از 5 نمودار داره. خب اینم نوار قلبه. خب نوار مغز بیش از 5 نمودار داره. خب و نوار قلب نامنظمه. نوار قلب نمودار منظمی داره و نوار مغز کاملا نامنظمه یا توی پرانتز الگوی خاصی نداره. این نوار قلب الگوی خاصی داره. چیه؟ همینجوری میاد یه تی میزنه، بعد میشه چی؟ بعد میشه کیو آر اس، بعد میره تی، این شکلی. نوار قلب یک چیز منظمه ولی همونطور که مشاهده میکنید نوار مغز همینجوری نامنظمه، هیچ الگوی خاصی نداره و کلا سایداش هم با هم متفاوته. مثلا اینجا میبینید اینقدر اختلاف داره، اینجا میبینید اختلافش کم. خب این از نکات این شکل. ببین بررسی خود کتاب. تنظیم عصبی. میگه متخصصان برای بررسی فعالیت‌های مغز. توی خیلی از تستا میگن برای بررسی ساختار مغز. خب این که نوار مغز رو میخوایم دریافت کنیم این چیه؟ گفتیم جریان الکتریکی مغز دیگه. پس ما فعالیت مغز رو داریم بررسی میکنیم، ما ساختارش رو هیچ وقت بررسی نمیکنیم. برای فعالیت مغز از نوار مغزی استفاده میکنن. نوار مغزی این میتونه تو تشریحی ها بیاد. نوار مغزی رو تعریف کنید. نوار مغزی خب جریان چیه؟ جریان الکتریکی ثبت شده یاخته های عصبی یا همون نورون های مغز. پس نورون های یاخته های عصبی که تو مغز هستن جریان الکتریکیش توسط نوار مغزی میتونه ثبت بشه. خب یاخته های بافت عصبی. ما کلا توی بافت عصبی دو نوع یاخته داریم. یا یاخته های عصبی هستن در بافت عصبی یا یاخته های غیر عصبی هستن در بافت عصبی. خب یاخته هایی که عصبی هن بهش چی میگن؟ یاخته هایی که عصبی هن بهش میگن نورون. یاخته های غیر عصبی بهش میگن پشتیبان، تو پرانتز نوروگلیا. خب اینا حالا جلوتر جزئیاتش رو بررسی میکنه. من دارم یک ساختار و خلاصه کلی دارم تهیه میکنم. یاخته عصبی که بهش میگن نورون 3 نوع داره.
1 2 3. اولیش چیه؟ یاخته عصبی یا نورون‌های حسیه. بعدش حرکتیه و بعد رابط. نورون‌های یافته‌های عصبی یا همون نورون‌های رابط. خب غیر عصبی ها که میشه پشتیبان یا همون به انگلیسیش نوروگلیا، 4 نوعش رو تو کتاب گفته و 4 نوع داره. خب 4 نوع داره. چیه؟ عایق که همون میاد میلین رو میسازه، میلین ساز. نوع بعدیش دفاع میکنه. یک نوعش هست داربسته. یک نوعش هست هم ایستایی انجام میده. یعنی این بخوایم خلاصه کل این سفر رو بگیم همچین چیزی میشه. پس ما یافته‌های عصبی داریم. ببین در بافت عصبی یک نوع یاخته عصبی داریم و یاخته غیر عصبی هم داریم. یاخته عصبی به انگلیسیش میشه نورون. یاخته پشتیبان یا نوروگلیا یک نوع یاخته غیر عصبی هستن. حالا انواع نورون ها 3 نوع نورون کلا داریم توی بدن. نورون های حسی، حرکتی، رابط. و پشتیبان یا نوروگلیا 4 نوع هستن. عایق میلین ساز، عایق که همون میلین سازن، دفاع میکنن، داربستی و همیستایی. خب این بود انواع یاخته ها در بافت عصبی. خب حالا بریم متن کتاب بررسی کنیم. میگه میدونیم بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان یا نوروگلیا تشکیل شده. خب به خدا اگه میدونستیم. پس بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان یا نوروگلیا تشکیل شده که همون بالا گفتیم. میگه شکل یک یاخته عصبی رو نشان میده. بریم بررسیش کنیم. ببین یک یاخته عصبیه دارای 3 تا اجزا یا 3 جزء اصلی هر یاخته عصبی. چیه؟ جسم یاخته‌ای، دارینه و آسه. این 3 تا جزء اصلی هر یاخته عصبیه که باید داشته باشه. خب بریم جسم یاخته رو بررسی کنیم. جسم یاخته‌ای چیه؟ جسم یاخته‌ای همواره 1 عدد هستش. یعنی هیچ یاخته عصبی ما نمی‌بینیم که 2 تا جسم یاخته‌ای داشته باشه. پس جسم یاخته‌ای همواره 1 دونه هستش. خب توی جسم یاخته‌ای ما چی می‌بینیم؟ توی جسم یاخته‌ای خب ما دستگاه شبکه آنتوپلاسمی می‌بینیم، شبکه آنتوپلاسمی، و دستگاه گلژی میتونیم ببینیم، اندامک گلژی، دستگاه گلژی رو درست نیست، اندامک گلژی. و توش میتونیم راکیزه ببینیم، این چیه؟ اینی که اینجا کشیده این هستشه. خب حالا بذار با یه رنگ دیگه بکشم. این هستشه. اوکی پس این چیه؟ هسته. این مشکیه یه ذره تیره تر وسطش به نظرتون چیه؟ این هستک دیگه. این پس چیه؟ هستک که محل ساخت رناتن هست. خب پس الان اینجا چی رو بررسی کردیم؟ جسم یاخته‌ای. جسم یاخته‌ای محل چیه؟ محل وجود اندامک ها و هسته هستش. خب و گفتیم همواره 1 عدد در یاخته هست. خب بریم قسمت بعدیش، دارینه ها 1 عدد یا بیشتر. یعنی هم میتونن 1 دونه دارینه باشه، هم میتونه مثل اینجا کلی باشه. خب ولی هسته فقط همواره 1 عدده. دارینه ها 1 دونه میتونه باشه، بیشتر هم میتونه باشه.
دارینه ضخامتش از ابتدا به انتها چی میشه؟ کم و کمتر میشه. خب پس دارینه از ابتدا به انتها کم میشه و ببین به این قسمت دارینه نمیگن ابتدای دارینا، یعنی اگه به این قسمت بگی ابتدا غلطه، به این قسمت میگن انتهای دارینه. پس این قسمت میشه انتهای دارینه. خب پس این قسمت انتهای دارینه است. و یک نکته ای که حالا اینجا می نویسمش، این نکات توی تست ها هم میان، بر همین میگم. قطر دارینه از ابتدا به انتها کم می شود. خب پس قطر دارینه از ابتدا به انتها کم می شود. خب دارینه گفتیم چیکار، حالا کار دارینه چیه؟ خب کار دارینه اینه که پیام عصبی رو، الان فکر کن مثلا یه یاخته عصبی دیگه اینجا هست، خب مثلا دارینه‌شه، آسشه. خب ببین اینجا پیام عصبی رو اینجوری میده به این دارینه ها. خب پیام عصبی از این دارینه چی میشه؟ اینجوری میاد توی جسم یاخته ای. خب پس یعنی میتونیم بگیم دارینه چه نقشی داره توی یاخته؟ یعنی میتونیم بگیم، اینم پاک کنم، پس میتونیم بگیم دارینه پیام عصبی رو میاد به جسم یاخته هدایت میکنه. حله؟ پس الان دو تا ویژگی بخوایم بر جسم یاخته بگیم، یک محل وجود اندامک هاست، محل وجود هسته است و محلیه که پیام ها از دارینه بهش وارد میشه. خب دیگه نکته دیگه‌ای که بخواد این صفحه این قسمت باشه نیست. حالا بریم سراغ آسه. آسه هم مثل جسم یاخته همواره یک عدده. پس آسه هم همواره یک عدد هستش. یعنی ما دوتا آسه توی یک یاخته عصبی نمیبینیم. خب اینا چی هن؟ اینا غلاف میلینن. این چیه؟ این کل این مجموعه، یعنی الان کل این مجموعه کلش یه غلاف میلینه. خب حالا جلوتر بررسی میکنیم غلاف میلین اصلا چیه و چی کار میکنه. پس کل این چیه؟ یک غلاف میلینه. حالا بذار این قسمت آسش رو فعلا بررسی کنیم. به غلاف میلین رسیدیم، روش میایم توضیح میدیم. این قسمت آسه است. خب بجز اولش که یک خورده قطرش بیشتره، یعنی بجز این قسمت توی تست ها هم همین نکته هست، بر همین این چون نیازه دارم میگم. یعنی ببین از این قسمت بخوایم بررسی کنیم تا این قسمت قطر آسه یکیه. خب یعنی از میشه گفت تقریبا قطر آسه از ابتدا تا انتهاش مثلا میشه گفت یکسان است. تقریبا قطر آسه از ابتدا به انتها یکسان است. خب پس قطر آسه از ابتدا به انتها یکسان است. خب انتهای آسه میاد چی میشه؟ میاد منشعب میشه و چی رو درست میکنه؟ به این قسمت میگن پایانه آسه. یعنی این قسمت هم جزو آسه است ولی اینجا اسمش چیه؟ پایانه آسه. خب طبیعیه دیگه، ابتداش که نیست، پایانشه دیگه، انتهاشه دیگه. این قسمت بهش میگن پایانه آسه. خب یه ویژگی بخوام اینجا هم گفته دیگه یک پایانه آسه، یه ویژگی بخوایم براش بگیم که توی تستا هم میاد چیه؟ انتهاش برآمده و تو پرانتز دکمه ای شکله. خب دکمه ای شکله. حالا ببین یک سری اندامک بودن توی جسم یاخته ای بودن. خب
توی پایانه آسه هم ما اندامک هایی میتونیم ببینیم. چه اندامک هایی؟ توی این قسمت میتونیم راکیزه ببینیم. حالا جلوتر بررسی میکنیم، چراییتش رو بررسی میکنیم. الان ببین تصویرش رو این پایین کنید. اینا این پایانه آس است. میبینید اینجا چی میبینید؟ اینجا یک سری راکیزه هایی رو مشاهده میکنید. درسته؟ این راکیزه، این راکیزه است، این راکیزه است. پس ما راکیزه میتونیم ببینیم در پایانه آسه. پس وجود اندامک ها در کجای یک یاخته عصبی امکان پذیر است؟ در این نکتهش اینجا من می نویسم مثلا اندامک ها می توانند علاوه بر جسم یافته‌ای در جای دیگری که منظورمون همون پایانه آسه هست هم باشند. حالا تو پایانه آسه چی هست؟ میتوکندری یا اون راکیزه. خب که میتوکندری چیکار میکنه؟ میتوکندری ATP تولید میکرد دیگه به کمک ATP. خب اینم از این نکته این قسمت. بریم نکته دیگه موند به جز غلاف میلین که نموند. خب بیا حالا خود متنش رو بررسی کنیم. میگه یاخته عصبی 3 تا عملکرد داره. یاخته عصبی یا همان نورون ها 3 تا عملکرد دارن. چیکار میکنن؟ ببین در پاسخ به یک محرک یک پیام عصبی رو تولید میکنند. خب 2 اون پیام عصبی رو هدایت میکنند در طول یاخته و 3 از یاخته به یاخته دیگر منتقل میکنند. پس یک یاخته عصبی 3 تا عملکرد داره. در پاسخ به یک محرکی بهتر بگیم 3 تا عملکرد داره. یعنی یک محرکی وقتی میاد اینو تحریک میکنه چی میشه؟ یک پیام عصبی تولید میکنه، بعد هدایت میکنه و بعد منتقل میکنه. این 3 تا عمل کرده که یاخته عصبی یا همون نورون ها میتونن داشته باشن. حالا بریم سراغ دارینه که همین اینا بودن بررسی کردیم. اینا دارینن دیگه. بیا توضیح کتابیشو ببینیم چی میگه. میگه دارینه یا دندریت رشته هایی هستند که پیام ها را دریافت میکنند و به جسم یاخته عصبی هدایت میکنن. گفتم دیگه اینجا یک یاخته کشیدم، گفتم این قسمت میاد پیامو به این میده و میاد توی چی؟ میاد توی جسم یافته‌ای. پس دارینا چیکار میکنن؟ دارینا پیام رو دریافت و به جسم یافته‌ای هدایت میکنن. مثلا اگه به جاش بگه منتقل میکنن اشتباست. چرا اشتباست؟ اگه بگه منتقل اشتباست. ببین فرق انتقال و هدایت رو بیاین بفهمیم. ببین هدایت یعنی چی؟ انتقال یعنی چی؟ ببین خیلی فرقشه. ببین در یاخته عصبی هدایت یعنی چی؟ یعنی پیام عصبی در یک یاخته عصبی جابجا شود. یعنی چی؟ یعنی در یک یاخته عصبی جابجا شود. یعنی چی اصلا؟ یعنی اینکه ببینید از این قسمت بیاد این قسمت جزو یک یاخته عصبی دیگه. یعنی مثلا از دارینه بیاد به جسم یاخته‌ای به میگن هدایت، چون توی خود یک یاخته عصبی بوده. از جسم یاخته‌ای بیاد بره تو آسه همچنان هدایته. ولی وقتی که از آسه بخواد بره، مثلا اینجا یک یاخته دیگه هست، اینم مثلا دارینه هاشه. وقتی از آسه بخواد بره
از این قسمت آسه بخواد بره به یک یاخته دیگه، خب به این میگن انتقال. چرا بهش میگن انتقال؟ چون از یاخته‌ای به یاخته دیگر صورت گرفته و به این میگن انتقال. اگر در طول خود یاخته باشه بهش میگن هدایت. حالا میخواد از دارینه بیاد توی جسم یاخته یا از جسم یاخته‌ای بره توی آسه ها، کلا چی میگن، حرکت جریان الکتریکی یا همون پیام عصبی در خود یاخته هدایت، از یاخته به یاخته دیگر انتقاله. حالا همین که گفتم اینجا میام می نویسم: پیام عصبی از یاخته‌ای به یاخته دیگر. یه انتقال بذارم آره به این صورت. پس انتقال میشه پیام عصبی از یاخته به یاخته دیگر بره، از طرفی هدایت یعنی پیام عصبی از یاخته از یک قسمت یاخته خودش به قسمت دیگرش بره. این تفاوت ایناست. خب بریم سراغ آسه. گفتیم آسه آکسون چیه؟ رشته‌ای که پیام را از جسم یاخته‌ای دریافت میکنه و تا انتهای خودش که پایانه آسه است میبره. ببین جسم یاخته‌ایه، پیامو میده به آسه، آسه اینجوری میبره کجا؟ تا این قسمت که پایانه آسه است و از پایانه آسه حالا به یک یاخته دیگر که مثلا این یاخته دیگره منتقل میکنه. توجه کنید، منتقل میکنه از یاخته به یاخته دیگر. دیگه هدایت بهش نمیگن، بهش میگن منتقل. خب پس چی شد؟ آسه آکسون رشته‌ای که پیام را از جسم یاخته‌ای دریافت می‌کند و به پایانه خودش، ببین به پایانه خودش هدایت میکنه، ولی از پایانه خودش به یاخته دیگر منتقل میکنه. خیلی توجه باید بشه روی این. اصلا هر تستی که اومد اول به هدایت و منتقلش واکنششون بده. خب میگه آسه و دارینه‌هایی که خیلی بلندن با اونا میگن رشته های عصبی. خب حالا توی تست ها زیاد ملاک نیست بلند بودنشون، کلا آسه و دارینه ها رشته های عصبی هن. ولی توی تشریحی ها، توی امتحان نهایی ها این بلندش امکان داره جا خالی بیاد. پس آسه و دارینه بلند را رشته عصبی مینامند. خب پیام عصبی از محل پایانه آسه یاخته عصبی به یاخته دیگر گفتم منتقل میشه. خب اینجا گفته بودیم دیگه، گفتیم ببین به پایانه آسه تا اینجا که اومدش هدایت شده. از اینجا مثلا این فکر کنید یاخته عصبی دیگه است، این فکر کنید یاخته عصبی دیگه است، بیا این هم مثلا هستشه. خب این هم مثلا آسشه. خب ببین از پایانه آسه به این یاخته عصبی منتقل میشه. خب ولی تا پایانه آسه که اومد به هدایت شده، یعنی از این قسمت که اومد تا این قسمت هدایت شده، ولی از پایانه آسه که میره به یاخته دیگه منتقل شده. خب جسم یاخته چیه؟ گفتیم محل قرار گرفتن هسته است. هسته اینجا یک پرانتز باز میکنم و اندامک ها. بسیاری از اندامک ها هستند. پس علاوه بر هسته اندامک ها هم هستند و میتواند پیام را نیز دریافت کند. گفتیم دیگه اینجا از دارینه وقتی پیام میاد داخل اینجوری میاد میره توی جسم یاخته‌ای، یعنی دریافت پیام رو انجام میده. حالا اون جلوتر بررسی میشه پیام را دریافت میکند، این قسمت جلوتر بررسی میشه که به چه صورته و چه جوری دریافت میکنه. الان بخواید درگیرشید ذهنتون منحرف میشه. خب میگه پوششی به نام غلاف میلین دارد یاخته عصبی. خب ببین این کلش به کل این میگن چی؟ بهش میگن غلاف میلین. حالا میبینید این قطعه انگار
میبینید در قسمت‌های قطع شده. به اینا میگن، به هر کدوم از اینا میگن یک قطعه میلین. خب میگه این غلاف از پیچیده شدن یافته‌های پشتیبان به دور رشته‌های عصبی به وجود میاد. وقتی میگه رشته عصبی یعنی هم میتونه غلاف میلین دور دارینه باشه، هم میتونه دور آسه باشه. حالا اینی که اینجا کشیده دور آسه است غلاف میلین ما. خب دور این دارینه ها هم میتونه غلاف میلین پیچیده بشه. مثلا نمونه اینا نکنید، این یک چیه؟ این یک دارینه است، خب که میبینید غلاف میلین داره، و این هم چیه؟ این یک آسه است که غلاف میلین داره. پس کلا دور رشته های عصبی میتونه غلاف میلین تشکیل بشه، میتواند تشکیل شود، نه حتما. خب غلاف میلین رشته های آسه و دارینه بسیاری از یافته‌های عصبی رو میپوشاند. بسیاری، نه همه، بسیاری از یافته‌های عصبی. میشه اصلا یافتۀ عصبی باشه که غلاف میلین نداشته باشه، برای همین میگه بسیاری از، و آنها رو عایق بندی میکنه. خب پس چی شد؟ اینجا گفتیم میگه تو دسته بندی ها یک نوع هست عایقه که غلاف میلین رو میسازه، همینه. خب عایق بندی میکنه. غلاف میلین پیوسته نیست. غلاف میلین پیوسته نیست دیگه. خب و در بخش هایی قطع میشه که به این بخش گره رانویه میگن. آقا این گره رانویه که اینجا نوشته چی بود پس؟ این گره رانویه که اینجا نوشته، ببین این کل این غلاف میلین خب در قسمت های قطع میشه. نگاه کنید الان این قسمت قطع شده، قطع شده، قطع شده، قطع شده، قطع شده، قطع شده. خب در قسمت های قطع میشه. به این قسمت هایی که قطع میشه بهش میگن چی؟ به این قسمت هایی قطع میشه بهش میگن گره رانویه. حله؟ پس یه غلاف به هم پیوسته نیست و در قسمت هایی که اینجا مشاهده میکنیم قطع میشه که بهش میگن گره رانویه. خب میگه که با نقش آنها در ادامه آشنا میشیم. آره حالا نقشش چیه؟ نقشش اینجا خودش گفته دیگه، عایقه. گره رانویه عایقه. خب میگه با پیچیده شدن یاخته های، اینجا گفته دیگه، اینجا گفته میاد راختای پشتیبان میان به دور رشته عصبی میپیچن و میشه یه غلاف میلین ایجاد میشه. حالا ببین اینجا بررسیش کنیم. ببین این یک یاخته پشتیبانه. خب این یک یاخته پشتیبانه. به هستش باید خیلی دقت کنید چون هم تست ازش میاد هم تشریحی. شکل هستش هسته بیضی شکل و وضعیتش هم بخوایم بگیم وضعیت خارجی داره یا سطحی داره یا جانبی داره. همه اینها رو میتونن بگن. هستش کلا اینو بدونید که گوشه است. حالا میتونه بگه قسمت جانبیش، قسمت خارجیش، قسمت سطحیش. خب آره بعدش چیزی که باید بررسی کنیم، یافته‌های پشتیبان خیلی پهنن. خب و یافته‌های پشتیبان بسیار پهن هستن و زیاد فضای سیتوپلاسمیش خیلی زیاد نیستش و بیشتر توی طولش تمرکز کرده. اینجا هم دقت کنید بیشتر میخواسته طولش زیاد باشه. نکته‌ای که هست این وقتی میاد میپیچه دورش، اول لایه های نازکتری رو تشکیل میده، بعدش میاد به یک این صورت میشه یک لایه ضخیمتری رو به وجود میاره. پس لایه های درونی تراکم بیشتری دارند. خب لایه های درونی تراکم بیشتری دارند. خب اینجا هستش رو میبینیم و توش میتونه میتوکندری هم باشه. خب بالاخره یک یاخته است دیگه، چرا که میتوکندری نباید داشته باشه. خب توی این به نظرتون شبکه آندوپلاسمی صاف بیشتره یا زبر بیشتره؟
این مگه این نیست که این سطح زیادی رو تشکیل داده یا قشای زیادی رو تشکیل داده؟ خب قشاش زیاد شده برای اینکه اینجا خیلی مثلا بتونه چند دور اینجوری بپیچه. خب قشای زیاد تشکیل داده که اینجا بتونه چند دور بپیچه و عایق کنه دیگه، بنابراین قشاش زیاده. قشا از جنس چیه؟ قشاش از جنس لیپید دیگه، لیپید. خب بنابراین خب باید شبکه آندوپلاسمی زبر بیشتری داشته باشه که لیپید تولید کنه. برای چی؟ تولید لیپید انجام بده برای قشا دیگه، قشای بیشتر. خب این بررسی کل این صفحه بود. حالا بریم سراغ متنش. میگه با نقش آنها در ادامه آشنا میشه که چی؟ تعداد یافته‌های پشتیبان چند برابر یافته‌های عصبیه. خیلی بدیهیه، با فکر کردن میتونید خودتون به دست برید. ببینید این کلش یه یاخته عصبیه. خب پس کل این یک یاخته عصبیه. حالا اینا چی؟ اینا یافته‌های پشتیبان توشن. بشماریم 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا یاخته پشتیبان ما اینجا مشاهده میکنیم در یک یاخته عصبی. خب بدیهیه که حالا همواره 7 تا این یکسان نیست. مثلا یه جا میتونه 11 تا باشه، یه جا میتونه 10 تا باشه، یه جا داریم مثلا 12 تا. کلا عدد یکسانی نداره، ولی کلا یافته‌های پشتیبان بیشتر از یک یاخته عصبیه. بنابراین میشه گفت که تعداد یافته‌های پشتیبان چند برابر یاخته عصبی هستش. خب نکته ای که راجع به این غلاف میلین هست و یک نکته خیلی بسیار مهمی، هر کسی هم بهش اشاره نمیکنه، اینه که ببینید بیاد بشمریم قطعه های میلینش رو. 1 2 3 4 5 6 7 قطعه میلین داره. خب 7 تا قطعه میلین داره. حالا ببینیم چند تا گره رانویه داره. 1 2 3 4 5 6. پس میشه این نکته رو گفت که همواره، بذار نکاتش رو اینجا بنویسم، همواره تعداد گره رانویه از تعداد قطعه میلین یه دونه کمتر هست. نکته دیگه هم هست، اینه که این قسمت که بهش نمیگن گره رانویه. ببین ما غلاف میلین یعنی از ابتدای غلاف که اینجاست تا انتهاش، خب هر جا که قطع شده بهش میگیم گره رانویه. یعنی خود این قسمت هایی که خالیه که گره رانویه حساب نمیشه. خب پس میشه یک نکته دیگه هم گفت. بذارید 2 تا تست بنویسیم، تست مانند. می نویسیم در دو طرف گره رانویه، بذار همواره بنویسم، همواره در دو طرف گره رانویه قطعه میلین است. دومیش همواره در دو طرف قطعه میلین گره رانویه است. خب به نظرتون کدومش درسته؟ ببین در دو طرف گره رانویه غلاف میلین است. بیا اینو بررسی کنیم. ببین این یه گره رانویه است، یعنی اولین گره رانویه است. هم این ورش غلاف میلینه، هم این ورش. خیلی بدیهیه دیگه، نکنید. این فکر کنید یه غلاف میلینه. خب و این چه اتفاقی براش میفته؟ این میاد از وسط، گفتیم دیگه از وسط میاد پاره میشه و میاد یه قسمتی به نام گره رانویه رو تولید میکنه. پس بدیهیه که دو طرف گره رانویه قطعه میلین ما داریم. خب ولی آیا دو طرف قطعه میلین ما گره رانویه داریم؟ پس الان این درست بود، صحیح. حالا آیا دو طرف قطعه ما گره رانویه داریم؟ الان مثلا این قطعه رو بررسی میکنیم. آره دو طرفش گره رانویه است.
ولی ما همیشه میریم نسبت به قطعه اول بررسی میکنیم، چون اولی است که میاد تعیین میکنه. الان ببین این یک قطعه، این ورش گیرانویه هست آره، ولی این ورش ما گیرانویه که نمیبینیم، پس این جمله غلط عذاب در میاد، غلط هست. خب این باشه تا همینجا. پس الان صفحه 1 و صفحه 2 رو کاملا با تمام نکاتش بررسی کردیم.